مجموع درآمد مردم ساحه کشاورزی طلباتش خانه نمی کند وادار میشند که به خارج کشور روند جهت عملی کردن حقوق انسانی خود برای مهنت و در نتیجه این فضای خالی و محیط را چینی ها میگیرند و در زمینه قرارداد و شرطنامه های مربوطه دو جانبه و در بعضی موردها از عرف و عادت و عنعنه و سنت های ما آگاهی ندارند و این باعث نافهمی و نبودن حسن تفاهم میان کارفرما و کارگر شده. اینچنین شرایط کاری کارمندان ساحه کشاورزی را نیز شاید تا یک اندازه خللدار کند. اگر کار کردن تا نکار کردن گیرن فرق است، دادن هم یگان ضرر نداره. هیچ گپ نیست. زمین باید کار کنی، کسکی نباشه. زمین را که در ما خیلی کسب و کم است و خیلی گران است، قیمت بها است، ما باید که زمین را به خارجا نفروشیم. اون خارجایی که در اینجا میبینند که در زمین ما کار میکنند، دهقانهای ما خودشان همه خیل هنرها دارند، همه خیل کسب دارند که در زمین کار کرده ایستاده. از رایون‌های اگر به شمال نگاه کنیم، مثلا همین مسئله گرفتن برنج حاصلناک از زمین، مثلا رویاندن برنج در بعضی نواحی‌ها تشکیل کردن ممکن این مسئله حل خودش می‌یابد. از روی شنیدی من در بعضی گازت‌های و چشمم می‌غلطد که چینی‌ها از حد بی‌رحمانه استفاده می‌برند نوری‌های مینرالی برای یک سال دو سال حاصل خوب رویاندن و میگویند که همین از حد زیاد استفاده بردن نوری‌های مینرالی همون زمین بیکاره میکنه، از کار میبرد و دیگر او حاصلی که بعد مردم محلی اونجا رویاندن میخوان دیگر رویانده نمیتوانند. به اندیشه من اگر مقامات وکالتدار دولت به واسطه مقامات قانونگذار و حکومت تاجیکستان صنعت‌های مربوطه را پیشنهاد کنند و به رسمیت درآورد، جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای کشاورزان، باوری کامل دارم که مهاجرین کاری که امروز در خارج کشور هستند و قبلا در ساحه کشاورزی کار و فعالیت داشتند، باز میگردند به وطن به نزد پیوندان و فرزندانشان و با استفاده از اصولهای زمان معاصر می توانند که به کار خود ادامه دهند. انداز و بعضی چیزایی که به مردم خودمون وضعونی میکند همین سبکتر کنند و مردم خودمون کار کند، به فکر من 1000 بار بهتر است.